بیاید مادر، شینید چینید. مادر جان سفرها بخیر. به کجا شما را رسونیم؟ بچه‌م از کار بر اومدم، به خونه رفته استم. یک بچه دارم بیمار در خونه، نزدیم میگم تسترک برم رس. شما را نشان دهید مادر جان، ما حتما میرسونیم شما را، چرا که نه؟ مادر جان تو قصه کنیم پسرتون چرا بیمار شده است؟ فرزندانم پسر من طول 2 سال است که بیمار است و کسلی میون گرفتار است. خدا به حال ما رحم کند مادر. ما همه برای همدیگریم. من شب و روز دعا میکنم که فرزندم رو پیش دکتر بختیار برم. شرایط ندارم، نمیدونم چیکار کنم. شاید امروز همان روزی باشد که خداوند دعای شما را قبول کرده است. چی گفتی فرزندم؟ مادر جان، این دعای شما بود که ما را از دوشنبه به مومن‌آباد آورد. من همون بختیاری که شما دعا میکردین همون کس من هستم. خدایا شکر که دعای من رو شنیدی. مادر جان، ما امروز به کار امیدجان اومدیم، نه که دعای شما بوده که ما را اینجا آورد. از دیدارت بسیار خرسند شدم پسرم. مادر جان پریشان نشین، من کمکتون میکنم. پسرتون رو میبینم، هرچی در توانم است میکنم. یک دست دعای شما برای ما بهترین عطا است. بیا اکنون از به نزد فرزندتان میرویم. سلام علیکم. دودر جان سازی خوبی؟ شکر شما خوبه نکرد. چون که در این حالت خوب چی مشکلی شد؟ راستش در مهنت مهاجری کار میکردیم در شهر روسیه. بله. در استرویکا یک درد در میان پیدا شد. راستش اهمیت ندادیم. 2 سال میشود که در همین حال گرفتارمان کرده. آهسته میان از کارمان. شکر خدا که برادران غریب همه کسا پول جمع کردن، روانم کردن به تاجیکستان. و 2 سال می شود که در همین حال گرفتار شدم. البته من باوری دارم. من خودم چند سال شد در اون مسکو کار کردم. میدونم مهاجرات چخیلی برادرای خودمان همدیگرشون کمک میکنن، دستگیری میکنن. باوری دارم. پیشتر در اون مهاجر من کار میکردم، در خدمت مهاجرا بودم که من با چشم خودم دیدم، شاهد شدم که چخیلی دستگیری میکنن همدیگرشون. مادر جان پسر شما را به بیمارخانه بردن در کار. پسر جان گفتم درست، ما شرایط نداریم، شرایط خوب نداریم. مادر جان ایشا فکرش نکنین، یک دعای شما ماده بسنده است. پسر جان من از شما بسیار منت دارم. شب روز هم دعا کنم در حق شما کم است. من دائم در حق شما دعا میکنم. خدای خداوندا دستی همه را بگیرین و همه را تبابت کنین. خیلی خوش آمدین. خوش باشین، آباد باشین، در جای باشین، نگهبانتان خدا باشه. رحمت، تشکر. آمین. مادر جان خطا تشویش نتین، در این راه دراز ما فرزند شما را میبریم. دکتر طبابت میکنه، با خواست خداوند آورده باز در دستتون میسپاریم. شما خونه را نگاه کنین، در این راه دراز خطا آواره نکنین. رحمت کلام. خدای خداوندان ساق سلامت برگردیم به خانه ما با بیاییم. تشکر. خدا سلامت باشین. دائم دستگیری خلق در خدمت خلق وطن باشین. تشکر.